ای زلیخای عزیز یوسف به بازار آمده ای خواهی عزیز یوسف به بازار آمده است. ای زلیخای عزیز یوسف به بازار آمده. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اهل اسلام، الله حفظتون کنه. هر کجای باشین زنده و سلامت باشین. الحال دیدین انا چگونه مثال همین شعری که انا یوسف زلیخا مثال در وصف همین خونده استن، مثال همین مثال سرایندای ما همین مسئله را یک چی میزگرم همین جره بعدا قوری را گوش کنین ختون ما قطعش مشورت کردم الله حفظش کنه. انا خلاصه گپ زد голос کرد 2 минут مرا فهمونده که در همین باره ما گفتم که خویره ما ویدیو میکنم یوتیوب دا میپرتم شبی آدما میبینن امیره دیگه سراینده ها که دیدن همین کار نکنن. ای ما رسوندن گفتن گذاشتن پکلین دیگه دیدک مثال میبینن که همین کار درست نیست. الا خلاصه نمیکنن. همین بعد مثال یوسف با بازار اومده زلیخا چیم چی خلاصه هم خیلی بعد ندیدینش مختون میخونن هم خیلی بعد ها سرود ها در توی ها و بعضی هاشون با баракаллоҳ меган мисол дар тӯйҳо вақте ҳай баракаллоҳ меган ку агар аҳамият дода бошен сарояндаи азиз аз аллоҳ битарсен. дар он маҳфилҳои шумо занҳо бачаҳо қати рақс мекунанд ҷунбондастан чӣ гуна ту баракаллоҳ мегӯӣ чӣ гуна мисоли хеле суханонро ту дар забон меёрӣ ки медонӣ дар ҷоя шишаги арақ нӯшидеса худаш ку ҳамин суруду мусиқи сураи луқмон ояти 6 нигоҳ кунед дуруст неста و خودت میخزی گپا میگی میبسول ای الله نمیترسین شما یک کم تا فکر کنین چی در کره بویجا بسول بارک الله گفتن و بوینه یوسف با بازار آمده زلیخا بیا ایسوس خلاصه گپاتون گپ میزنین کم تا شرم کنیم شرم درست نیسته موسیقی خودش درست نیسته بو میخزین خیلی پیامبرا رو وای خوش میکنین در اینجا بایدتون و سروداتون خیلی نکنین گوش کنین مثال قوری چی میگه ما اکوای بیچاره باند که هست نمیتونم مثال پریاما افیر قطعی ما گپ زنم ما خواهش کردم که گلسوایی که انشالله گوش میکنم برادرو در این مسئله امی باید هایی که بودک ما این مسئله در وایش کرده بودم سوالش کرده بودم انشالله جواب دیگه بیا گوش کنیم. السلام و رحمت الله و برکاته. ولی حضرت یوسف علیه السلام بعد از تعبیر خواب پادشاهی مصر از زندان آزاد شد و عزیز مصر شد. اینش با آیات قرآن با احادیث صحیح ثابت است. لیکن این که معجزه کرد و زلیخا دوم بار دختری جوان شد چشماش بینا شد و حضرت یوسف او را به همسری گرفت اینش نه با آیات قرآن نه با حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نیست ولی در بعضی کتاب های تاریخ در اسرائیلیات آمده است. ما میتونیم همچو قصه او را نقل کنیم لیکن نمیتونیم بگیم که در آیات قرآن یا در حدیث های صحیح در آثار صحیح روایت شده است و در وقت روایتش باید بسیار احتیاط کنیم به خصوص وقتی درباره حضرت یوسف علیه السلام گپ میزنیم. بعضیا میگن گویا حضرت یوسف عاشق شیدا شد و این شد و آن شد و پشت حضرت زلیخا دوید و این حرف ها همش باطل هستند و درست نیستند. شرعا نسبت دادن به یک پیامبر الهی پیامبرای الهی را به یک انسان های عادی قیاس کردن درست نیست. اونها هیچ وقت به یک زن عاشق هم نمیشدن پشت یک زنم نمیدویدن. این نسبت دادن این حرف به حضرت یوسف علیه السلام شرعا این حرام است حرام. و در بعضی توی ها یعنی بدتر از این در بعضی توی ها در بعضی مجلس ها همچون سرود میخوانند و درباره عشق و عاشقی که میخوانند قصه حضرت یوسف علیه السلام و زلیخا را میارن. حالا نامش زلیخا هست یا راحیل خودش مسئله خلافی است اختلافی بعضی راحیلش گفتن میخوانند و بعضی سخنهایی را به حضرت یوسف نسبت میدن که این شرعا حرام است درست نیست. بارک الله فیکم. از این خاطر سرودهایی را که میخوانند در باب عشق و عاشقی و حضرت یوسف با زلیخا مثال میارن شرعا این حرام است درست نیست. این کارو میکنن از الله باید بترسن. بارک الله فیکم. خیلی گوش کردین شما برادر عزیز دیدین که مثال درست نیست همین کارو کردن. خوری ما جواب داد پیش این گلس خوری مونده ما گلس خما میمونم چی گفته بودم شده مثال. سلام علیکم و رحمت الله. خوری سازی خوبی تنجی همین یک بیت در مو هستن همین بیت میخونن سرود میخونن کو نمو ای زلیخای عزیز یوسف با بازار اومده مثلا در واسه پیامبر یوسف و زلیخا مثلا هم خیلی بیت دیگه شعر میخونن حافظی مثلا رقص یوسف همین درست نیست برای نه موضوع اون چی میگفتی بعد این موضوع میشه 2 minut هم خوری خدمت ان شاء الله گپ زد خوری عبدالوهاب میشناسین ان شاء الله الله برکتش ده دوگو باشین подписаться کنین ویدیو رو پخش کنین فهمیدین مثلا چی گپ چی گپ نیست خدا خواسته باشه انا ویدیو آینده را شما میبینید درباره چیه کیه با پیش ما کدوم گذاشتن میگن کامera ما دوری بده دیگه اسپاس کامera فتاپارا خطشون کام میکنیم پیش تلفن قطعی بده فتاپارا نمیده izmini شیدگی نیست های подписаться لایک دکمه پاتنت همه چی را
بزنید برادر عزیز. انشاءالله ما در ویدیوی بهترینه پیشکش شما میکنیم. الله حفظتون کنه برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.